سلام، آرمان اشتری ماهینی هستم. برای چالش کتاب صفحه 35 کتاب رو برای پیج آلبات الکترونیک ترجمه میکنیم. خب میخوایم ببینیم گرما چیه و چجوری میتونیم تغییرش رو اندازه گیری کنیم. میگه که اسامپشن، یعنی فرض میکنیم که ما نمیتونیم در واقع گرمای داخلی یا به عبارت انرژی داخلی رو اندازه گیری کنیم، اما میتونیم تغییرات این انرژی داخلی رو حساب کنیم. بعد میاد میگه که خب حالا برای اینکه این کارو بکنیم یه فرمولی داریم، P هیت برابر با مشتق QH، در واقع QH هم هستش دلتا U یا تغییر انرژی داخلی. بعد میاد میگه که مشتق QH نسبت به زمانه من مساویه با منفی K واریانس T. حالا میگه اینجا K رسانایی گرمایی اون ماده هستش که با وات بر متر وات بر متر درجه سانتیگراد محاسبه میشه و میگه VT هم هستش IJK ضرب در T مشتقشون نسبت به زمان. میگه که ممکنه این سه بعدی بودن باعث ترسیدن از این حساب کردن این قضیه بشه، میایم دو بعدیش میکنیم، کار رو راحت میکنیم. P هیت رو میگیم منفی K ضرب داره سطح مقطع ضرب داره تغییر دمای این طرف و اون طرف ماده تقسیم بر طول اون ماده میکنیم. دلتا تی هم که مشخصه، در واقع تی هات منهای تی کلد هست، یعنی طرف سرد و طرف گرم و دماشون رو میتونیم محاسبه کنیم دیگه. بعد تقسیم بر طول میکنیم و همچنین میگه که خب این متریال هم مهمه که در واقع تو همون کا حساب میشه که استیل باشه، سیلیکون باشه، مس باشه یا بردای پی سی باشه یا همچین چیزایی. مثالی هم آورده تو این عکس زده و گفته که در واقع این انتقال حرارت چه چیزایی توش مهم هست. مهم مقاومت متریاله، هندسه متریاله و مقاومت دمایی اون متریال هست و فرمولش رو اینجا برامون آورده. پی هیت یا توان گرمایی برابر با دلتا تی تقسیم بر آر ترم یا مقاومت حرارتی.